سالی برای قهرمان شدن تمرین می کند. در مدرسه خصوصی تنیس. این توپ منه، این هم راکت. برای دوره آموزشی. کودکی 10 ساله از خانواده‌ای ثروتمند در نیوزلند. او از زمان تولد تا همین اواخر نمی‌توانست هیچ غذایی بخورد. حتی شیر مادر را. مادر سالی چند پرستار استخدام کرده بود تا با گرفتن دست و پای کودک به زور به او غذا بدهند. نوعی پوره ذرت از آمریکا برای سالی ارسال می‌شد، اما همه آنها را با استفراغ بیرون می‌ریخت. بهترین پزشکان دنیا هم نتوانستند مشکل این کودک را حل کنند. نه در نیوزلند و نه در استرالیا، سوئیس و کشورهای دیگر و حتی آمریکا. تصمیم گرفتم بهترین دکتر آمریکا و کشورهای دیگر رو ببینم، چون فکر می‌کردم پسرم به زودی میمیره. بهترین متخصص در مشهورترین بیمارستان اطفال اونجا پسرم رو معاینه کرد. من فقط برای یه آزمایش در آمریکا $20,000 پرداخت کردم. متخصص اطفال، گوارش، داخلی، تغذیه، هر کدوم اومدن و نظری دادن، اما همش اشتباه بود. اوضاع سالی هر روز بدتر میشد، اما پزشکان حتی بیماری او را تشخیص نمیدادند. یکی میگفت فقط حساسیت است. دیگری میگفت بیماری ژنتیکی دارد. یکی از پزشکان هم میگفت باید معده سالی را سوراخ و برای فرستادن غذا به داخل آن لوله‌ای نصب کنیم. مادر رضایت نداد تا اینکه با یکی از فعالان طب سنتی آشنا شد و با توصیه او به ایران سفر کرد. تقریبا من 10 ماه بعد برگشتم ایران و ایشون اومدن ایران و هماهنگ کردن با استاد خیراندیش ویزیت بشن. از دانشجوی ما بود، یه همچین گزارشی رو مطرح کرد، گفت همچین کسی هست، به هیچ وجه نمیتونست غذا نگه داره، برمیگردوند. از طریق سرم این چیزا خودش رو زنده نگه می‌داشت، چون سردی معده‌اش بیش از حد بود. بعد معده رو گرم می‌کردیم. صبح سحر ساعت 5 و 6 صبح بود که لیسا مادر بچه به من زنگ زد با گریه که آره عکس سالی از خواب بیدار شده و گفته که I am hungry. اون چه اتفاق افتاد خیلی عجیب بود. پسرم اولین بار از زمان تولدش از دستم غذا گرفت. وقتی یه تیکه نون سنگک رو دید شروع کرد به خوردن. داروی ایشون یک قاشق مرباخوری بارهنگ داخل یک لیوان عرق نعنا 10 دقیقه بجوشونه و بخور. تمام. در عرض چند روز حتی میتونست بستنی بخوره. این برای من باور نکردنی بود. آقای خیراندیش زندگی سالی رو نجات داد. اون حیرت انگیز بود. حسین خیراندیش که به اتهام دخالت در کار پزشکان تحت تعقیب وزارت بهداشت قرار گرفته و فعلاً با وثیقه آزاد شده، توانسته بود با راه حلی ساده سالی را به حالت عادی بازگرداند. این همون چیزیه که اون برای درمان پسرم استفاده کرد. 3-4 قطره عرق نعنا در آب جوشونده و همراه عسل و بارهنگ. اینا همه مشکلات پسرم را از بین برد. اطرافیان سالی که پیش از این برای درمانش صدها هزار دلار هزینه کرده بودند بدون اینکه به نتیجه‌ای برسند، درمان ساده سالی را شبیه معجزه می‌دانند. اون مجبور بود تا آخر عمر در رخت خواب با لوله و سرنگ غذا بخوره، در حالی که امروز کاملا سالم و مثل بقیه بچه هاست. بچه‌ای که پزشکا او رو به سطل آشغال انداخته بودن و گفته بودن هیچ وقت نمیتونه مثل آدمای عادی زندگی کنه. این بیشک شبیه معجزه است. اون فقط به پوست و رنگ و روی سالی نگاه کرد و بیماری رو تشخیص داد بدون اینکه او رو به آزمایشگاه بفرسته. خواهر من صدها هزار دلار برای درمان پسرش خرج کرد. این پول رو به پزشکایی داد که کارشون از بین بردن سالی بود. خانواده ثروتمند نیوزلندی آمادگی خود را برای ساخت مؤسسه طب سنتی ایرانی اسلامی در کشورشان اعلام کرده‌اند. اگه ایشون نمیتونه در ایران تخصص خودش رو به کار ببره، نباید این استعداد هدر بره. من تمایل دارم که ایشون مؤسسه‌ای در نیوزیلند تأسیس کنه و طب سنتی رو به پزشکای ما درس بده. این مطمئناً با استقبال مردم ما روبرو میشه. اینجا در جوار امامزادگان باغ فیض تهران همان جایی است که حسین خیراندیش و همکارانش تا اردیبهشت امسال بیماران را با طب سنتی معاینه و درمان می‌کردند.
مؤسسه‌ای که سالی سرانجام از اینجا سالم به خانه‌اش در نیوزلند برگشت. این مؤسسه حالا به علت شکایت وزارت بهداشت پلم شده، اما ممکن است روزی درهای آن به روی بیمارانی از سراسر جهان باز شود.